برن. کما اینکه غیر عقلانی هم میرسه که تمام جفت‌های حیوانات اون کشتی جمع شده باشن و ما اصلا در تاریخ هم همچین طوفانی رو در کل دنیا سراغ نداریم. این همه آب اصلا از کجا آمد؟ اما تو منطقه بین النهرین و بابل سراغ این طوفان رو داریم. ما در تاریخ در گل‌نوشته‌ها و سنگ‌نوشته‌های گیلگمش توی اونجا اثری از طوفان حضرت نوح می‌بینیم که در آن منطقه آمده بوده. بحث‌های مختلفی میشه، من نمیخوام یک تفسیر پوزیتیویستی از قرآن ارائه بدم، اما چون مفسرین اشاره کردن ظاهراً یک چیزی شبیه مد. ببینید ما زمانی که ماه از کنار زمین رد میشه جاذبه ماه بر روی آب‌های زمین اثر میذاره، آب‌ها رو به یک سمت میکشه، یعنی یک طرف که مده طرف دیگه زمین آب‌ها کم شده، اونجا جزره. خدمت شما عرض بکنم اگر یک ستاره یا یک سیاره با سرعت خیلی زیاد از نزدیک زمین رد بشه و فرض کنید یه ستاره‌ای که هر 5000 سال بخواد بیاد از نزدیک زمین رد بشه، یک مداری داره برای خودش، یا نه اصلا یک شهابی بوده چی بوده رد شده، جاذبهش اثر گذاشته و آب اون منطقه رو بسیار بسیار زیاد کشیده باشه سمت خودش و اینها همه غرق شده باشن و خدا به نوح گفت که کشتی بساز و او کشتی رو در خشکی ساخت. به هر حال قرآن اشاره میکنه که نوح برای قوم خودش فرستاده شده و اون زمین خود نوح بود و در اون منطقه طوفان آمد. به هر حال هر چه که بوده در عهد عتیق اشاره میشه که ما عهد بستیم که بعد از این کسی با این نوع طوفان هلاک نشود. از اونجایی که خیلی از دانشمندان زبانشناسان قائل بر این هستن که در عهدین قطعا تحریف صورت گرفته و در این هیچ شکی وجود نداره، پر از پارادوکس ها و تناقض هاست، اما ما این رو ساخته ذهن بشر نمیدونیم. میگیم اصل این کتاب ها الهی بوده، بعدها بشر دست برده درش. اصل رو بر این میذاریم که سالمه، یک جاهای تحریف شده، بعضی جاها تحریف خیلی زیاده، بعضی جاها نه تحریف کمه. میبینیم که خلاصه اولین عهد با حضرت نوح بسته شده. دومین عهدی که تورات بهش اشاره میکنه و خیلی 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 مهمه، عهدی است که با ابراهیم بسته شده. تمام دعواها بر سر ابراهیمه. امروز یهودیان میگن ما باید به بیت المقدس بریم چون این زمین به ابراهیم وعده داده شده بوده. خدا در کتاب مقدس گفته این زمین را به تو و فرزندان تو میدهم. خدمت شما عرض بکنم اما نکته‌ای وجود داره، من میخوام اون رو حل بکنم تا ببینیم که پشت سر این نزاع و درگیری هایی که وجود داره چقدر مباحث عقیدتی و دینی نقش داره و چه بسا خدمت شما عرض بکنم تعبیرات غلط شخصی و عامدانه و عمدن این که یک چیزی رو به نفع خودمون برداشت بکنیم در اینجا وجود داره. در پیدایش باب 16 شماره 9 تا 14 میگه که یعنی آیه خدمت شما عرض کنم میگه پس خدا به ابراهیم گفت و اما تو عهد مرا نگاه دار. پس بعد از نوح حالا با ابراهیم عهد بسته شدش. جالبه در قرآن هم همین رو گفت از آدم. قرآن یک نفر رو جلوتر معرفی میکنه، میگه از آدم عهد گرفتیم، بعد نوح، بعد ذریه ابراهیم و بنی اسرائیل. رویه هم همینه در تورات، منتها آدم رو من ندیدم عهدی باهاش بسته شده باشه، اما در قرآن آیه‌شو داریم و عهدنا الم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. الم اعهد الیکم، یا آیا با شما عهد نبستم ای بنی آدم؟ دقیقاً در قرآن میگه من ذریت آدم، از فرزندان آدم. میگه ما با فرزندان آدم عهد بستیم، عهد گرفتیم که به مسیر شیطان نرن و خدای یکتا را بپرستن و در صراط مستقیم که تنها راه رسیدن به خداست قرار بگیرن و بدونن که شیطان اون صراط رو معرض خودش قرار میده و اجازه نمیده بندگان خدا در اون راه بمونن. اون صراط عهد الهی، صراط مستقیم. خب در تورات میگه پس خدا به ابراهیم گفت و اما تو عهد مرا نگاه دار، تو و بعد از تو ذریه تو در نسل‌های ایشان این عهد من که نگاه خواهید داشت در میان من و شما و ذریه تو بعد از تو. نشان عهد چیست؟ هر ذکوری از شما مختون شود. ختنه کردن فرزندان پسر. اینها فرزندان ببینید نشان عهد با نوح رنگین کمان بود، نشان عهد با ابراهیم ختنه کردن پسران بود. خیلی مسئله مهمیه، دقت بکنید.
که چه سوء استفاده ها از همین صورت گرفت. و گوشت قلفه خود را مختون سازید تا نشان آن عهدی باشد که در میان من و شماست. هر پسر 8 روزه از شما مختون شود. هر ذکوری در نسل‌های شما، خواه خانزاد خواه زرخرید، از اولاد هر اجنبی که از ذریه تو نباشد. گفت هر کس هم که در خانه شما هست اونها را هم ختنه کنید. هر خانزاد تو و هر زرخرید تو البته مختون شود تا عهد من در گوشت شما عهد جاودانی باشد. و اما هر ذکور نامختون که گوشت قلفه او ختنه نشود، آن کس از قوم خود منقطع شود، زیرا که عهد مرا شکسته است. پس هر کسی فرزندان پسر خودش رو از ابراهیم و اولاد ابراهیم ختنه نکنه، او عهد الهی رو شکسته است. این یک آیه صریح در باب 16 تورات. ختنه نکردن نشانه اینه که کسی عهد ابراهیم و خدا ابراهیم رو قبول نداره. به این دقت کنید. باب 16 آیات بعدیش دقت بفرمایید. بله، باب 16 آیه 1 و 2 قبل از این ببینید چی گفته. و چون ابراهیم 99 ساله بود، خدا بر آبرام ظاهر شد. و چون آبرام 99 ساله بود، خدا بر آبرام ظاهر شده. دقت کنید، ابراهیم نیست، آبرامه. یک دونه ه کم داره که در تورات میگه که بعد از آزمون الهی خدا به ابراهیم و همسرش سارا یک ه داد. ابراهیم شد ابراهام و سار شد ساره. این